لیست پرهزینه ترین بازی‌های ویدیویی ساخته شده تا به امروز. برو بریم. شماره 10 بازی ماینکرافت در سال 2011 با 245 میلیون دلار. شماره 9 GTA V در سال 2013 با 265 میلیون دلار. شماره 8 مارول اسپایدرمن 2 در سال 2022 با 300 میلیون دلار. شماره 7 سایبرپانک در سال 2020 با 400 میلیون دلار. شماره 6 دستینی 1 در سال 2014 با 511 میلیون دلار. شماره 5 کال آف دیوتی مدرن وارفار 1 در سال 2019 با 640 میلیون دلار. شماره 4 کال آف دیوتی بلک آپس کولد وار در سال 2020 با 700 میلیون دلار. شماره 3 بازی استار سیتیزن با 780 میلیون دلار. شماره 2 بازی گنشیپ ایمپکت در سال 2020 با 910 میلیون دلار. و در آخر بازی GTA VI در سال 2025 با بیشتر از 2 میلیارد دلار.